هیچ دولت ساختنی نیستیم که اون دولت بیرون باشد از اون چیزی را که برای مردم ما یگان چیز جدید باشد. دولتی که ما میخوایم تشکیل کنیم اون دولتی آزاد باید باشد. در اون مسیحی آزاد باشه، در اون مسلمان آزاد باشه، در اون حجاب آزاد باشه، در اون زردشتی آزاد باشد، در اون یهودی آزاد زندگانی کند، در اون شیعه آزاد باشد، در اون همه آزاد باشد. هیچ کس ظلم نکند. من یک سنی حنفی هستم، نباید به کسی ظلم کنم. یک برادر دیگر من شیعه است، یک برادر دیگر من یک مذهب دیگر است، خلاص با کاری خودش رفتن بگیره. ما با کسی کاردار نیستیم. ما با عقیده و با یعنی که ملت مردم و با زبان کسی کاردار نیستیم. اونش که حجاب میپوشد بپوشد، اونش که ریش میگذارد گذارد، اونش که ریش میتراشد به خودش مربوط است. ما یگان دولت تشکیل کردنی نیستیم که با زوری مردم زیر یک عقیده و زیر یک فکر جمع کنیم. چنین کاری نمیتونیم کرده و چنین چیزی هم یعنی در فکر هیچ کسی ما نیست. هر کاری که ما میخوایم انجام بدیم آزادی همین ملت. هیچ دین به هیچ مذهب به هیچ کسی مخالفت نداریم. ما انسانیم و انسانیت و آنچه که قانون برای هر یک شهروند گفته است طبق همون باید عمل کرده شود. این همین چیزا میخوایم. ما سرقانون یگان مشکل نداره. باور بکنه سرقانون تاجیکستان بهترین سرقانون. یگان مشکل داره وجود، مشکل در رحمانوفای. سرقانون تاجیکستان ما با فرانسه نگاه کردم تقریبا یک است. یعنی که مثلا اون چیزایی که اینا خودشون تفسیر کردن، یعنی مهلت پرزیدنتی را بردن با 5 به 7 بردن رسوندن، بعد دیگه بردن فرعون درست کردن، با نزدیکی باید که سجده کردن. این چیزا هم باش ترکتوات خود رحمانوفای. هیچ مشکل در سرقانون وجود نداره. در سرقانون هیچ مشکلی وجود نداره. بهترین سرقانون اون رحمانوف ننوشته است. یعنی اون چیزایی را که با منفعت خودش عوض کرده است، همون عوضای کردگی را بروردن در کار سرقانون یگان مشکلات نداره. در سرقانون هیچ مشکلی نیست، همش درست است. کفر شرک را نصرت ندهد. این هم مشرک است، هم کافر است، هم مرتد است. اراده حکم غیر الله میکند، هم دعوت به حکم غیر الله میکند، هم افضل میداند حکم غیر الله را و میگد که هم هیچ مشکلی نداره. میگد این یک چند شرک کفر را انجام داده است. و اما مسئله کسانی که محمد اقبال صدرالدین را عذر میدهند و مسلمان میدانند، نصیحت من به شما این است که بدانید که شما اسلام و شرک را فرقش را نرفتید. اگر شما اسلام و شرک را فرقش را میرفتید، محمد اقبال صدرالدین را مشرک میگفتید. از سبب همین که اسلام و شرک را فرقش را نرفتید و شرک را اسلام گفتید و اسلام را شرک گفتید، شما هم مشرک هستید. اگر دیده و دانسته همه این کفریاتش را فهمیده و دیده و دانسته بعد از این فهمیدن باز او را دفاع کنید و او را مسلمان دانید، عذری ها شما هم مشرک هستید و مرتد هستید. زیرا که شما اسلام و شرک را در یک جا جمع می شود گفتید. اسلام و شرک به اجماع سلف صالح در یک جا جمع نمی شود. اما اگر شما نفهمیده این کفریات شرکیات محمد اقبال را نفهمیده شما او را مسلمان بگویید، البته برای شما حجت رسانده می شود و بعد از حجت باز او را دفاع کنید، شما هم مشرک هستید. و این است حقیقت اسلام، این است حقیقت مذهب اهل سنت و جماعت و این است قرآن و سنت با فهم سلف صالح است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. ما میگیم که ما کفر میورزیم به شرکتون و به شما ای مشرکین و براءت خود را از شما ای مشرکین اعلام میکنیم و ما موحدین هستیم و ما کفر به طاغوت داریم و ما براءت از کفار مشرکین داریم و موالات بر موحدین داریم و ما در ملت ابراهیم علیه السلام ملت حنیف هستیم که این ملت ابراهیم حنیف، این منهج رسول الله و قرآن و سنت و سلف صالح از شما بیزار هستند و از شما البته که براءت خود را اعلان کردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحد. زمجري 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 يا حروف الف